سلام و درود به مخاطبای عزیز زومجی، خوش اومدیم به جدیدترین جعبه گشاییمون. سالها با این کنسول بازی کردیم، حالا نوبت این جدید است که ببینیم تو جعبهش چه خبره. همین اول میخوام بهتون بگم که قراره پلی استیشن 5 پرو رو جعبه گشایی کنم و این نکته خیلی مهمی که داره اینه که حتی وقتی توی جعبه است این ازش بلندتره. یعنی شما ببینید این کنسول چه قوله بیشاخ و دمی بوده که تونسته بیرون جعبه از این که تو جعبه است بزرگتر باشه. خب این 4.5 کیلوه، این حالا سبک‌تره، به همه این جزئیاتش میرسیم. فعلا اینو میذاریم اینور، با چاقو بازش می‌کنیم تا ببینیم تو جعبه PS5 پرو چه خبره. خب تا قبل اینکه بریم داخلش فعلا همین بیرونش رو نشونتون بدم قدم به قدم دیگه. اینجاش نوشته که مدل دیسکور نیست. شما اگه میخواین این کنسول دیسکور بشه، همون دیسک درایوی که یعنی درایو دیسکی که در حقیقت بس میشد به PS5 اسلیم رو میتونید برای اینم بخرید و $80 و میتونید بهش بس کنید. چرا وقتی بخواید بسش کنید در وهله اول نیاز به یک اینترنت دارید؟ به خاطر اینکه اون کدهای سری که دارن برای اینکه چک کنن دیسک بازی اورجینال و اینا رو نمیان تو خود دستگاه بذارن. باید یه دور بس به اون کنسول دریافتش کنید تا بتونه اجراش کنه. با قیمت $80 قابل خریده. بعد دیگه اینجا چی داریم؟ اینجا می‌بینیم که تکسی رو برام فرستاده این محصول رو و با ضمانت 10 روزه واقعی هم فرستاده که اگه ازشون خرید کنین 10 روز ضمانت واقعی بازیش کالا دارن که با همین QR کد هم میتونین ببینید. 4K 120 خیلی جالبه این کنسول، با اینکه واقعا توانایی اجرای بازی به صورت 8K رو داره. مثلا نومنز اسکای روش 8K اجرا میشه، گرند توریسمو 7 قراره با یه آپدیت این اتفاق براش بیفته و بیشتر، و تازه تو این بازی‌ها میتونین اسکرین شات 8K هم بگیرین. اومده این بار تمرکزش گذاشته روی اینکه 4K 120 فریم میتونه اجرا کنه. این به نظرشون نکته مهمتری بوده. چرا؟ چون دیسپلی 4K 120 فریم تو خونه آدمو خیلی بیشتر از دیسپلی 8K، برای همین منطقی تره که اینجا باشه. HDR هم طبیعتاً داره، VR رو اینجور چیزا هم داره. PS5 پرو طراحی کلیشو اینجا می‌بینید و ببینید بازی مثبت 3 سال ما داریم، اما حد اکثر این حداقل سنتون برای که خودشو بخواید باید 7 سال باشه. یعنی اگه مثلا خودتون 4 سالتونه میتونه یه نفر بالای 7 سال براتون بخره، بعد بازی‌ها رو از اون طرف تهیه کنه. این طرف کنسول ما سه تا ویژگی مهمش، همون د بیگ تیری که مارک سرنی میگفت رو داریم. یکیش پلی استیشن اسپکترال سوپر رزولوشن یعنی PSSR که خیلی تاثیر میذاره روی اینکه با استفاده از هوش مصنوعی بتونن جزئیات و شفافیت تصویر بازی رو در بخش‌های مختلف افزایش بدن و قراره که ازش در آینده هم استفاده بشه. یعنی ظاهرا مثلا یه فناوری که قراره تو PS6 هم باشه. اینجا میایم میبینیم که میگه پرفورمنس بازی‌ها روش بهتر میشه. خب قراره که یه سری بازی‌ها با رزولوشن بهتر، یه سری بازی‌ها هم با فریم ریت بالاتر بتونن روی این کنسول اجرا بشن با استفاده از چیزهای مختلفی که داره. جی پی یو قوی‌تر، همینطور خود همین PSSR و امکاناتی که در دسترس بازیسازا قرار گرفته. و همینطور یه نکته که خیلی بر سونی مهم بوده این که 2 تا 3 برابر ری تریسینگش سریع‌تره از کنسول PS5 عادی که خب باعث میشه بازی‌ها مثلا در مورد الن ویک 2 خیلی تو تستا می‌دیدم که واضح بود که قشنگ مثلا ری تریسینگ قوی‌تری داره نسبت به مدل عادی. میشم که نوشته سونی. ولی خب یه نکته خیلی مهم دیگه‌ای هم که داره اینه که شما اینجاشو اگر نگاه کنید نوشته 2 ترابایت حافظه داخلی داره. ببینید شما این کنسول رو وقتی می‌خریدین به قیمت $500 یا اصلا مدل استیم رو یا هر چی، شما اگه بخواید 1 ترابایت حافظه به این اضافه کنید خودش 100 خورده دلار هزینه شه. در اکثر مدل‌هایی که میتونید بخرید 100 خورده دلار هزینه‌اش میشه. حالا حساب کنین که این از مدل مثلا دیجیتالی اسلیم هم حساب کنیم که اونم دیسک نداره $250 گرون‌تر باشه، اون 450 این 700 100 خوردهش با همین اینکه SSDش 2 ترابایت شده میتونه معنی دار بشه. برام جعبه‌ای داخل جعبه دیگه. اینجا خود اینو میخوام بذارم دیگه پایین، دیدیمش قشنگ همه جاشو نگاه کردیم. بریم ببینیم توی این چه خبره. چقدر منتظر این لحظه بودم. چاقورم میذاریم اینور که برداشت اشتباهی نشه. همون کاری که فراز گفته بودم خودم هم انجام بدم. خب اولین قدم کابل برقو داریم که از این بهونه استفاده میکنم برای اینکه بگم که پاور مدل های قبلی پلی استیشن همشون، پلی استیشن 5 البته 350 وات تهش بود. این تا 390 یعنی این که نه این قدیمی است، این تا 390 هم میره که البته در خیلی از استفاده و در زمان اجرای اکثر بازی ها اصلا به اون عدد نمیرسه. صرفا اونو گذاشتن که اگر مثلا در یک بدترین سناریوی ممکنه بازی که خیلی نیاز داشت که از حد اکثر قدرتش استفاده بشه تا اونقدر بتونه برق بکشه تو. کابل بعدی USB-C به USB-C که برای شارژ کردن انواع و اقسام وسایل پلی استیشن معمولا ازش استفاده می‌کنیم. پلی استیشن پالس الیت باشه، هدستش، خود دوال سنس هاتون باشه، هر چی به این نیاز دارید. حالا چرا تو مدل اولیه ایشون یعنی PS5 فت عادی یک USB-C به USB-A بود؟ چون جلوی کنسول فقط یه دونه درگاه USB-C داشت، ولی توی مدل اسلیم و همینطور پرو به 2 تا رسیده که یکیشون هم سوپر اسپیده که خب خیلی سرعت کپی و اینا رو
میبره بالا. این هم پس از USB-C به USB-C. و بعد میرسیم به یک چیزی که خیلی از آدما فکر میکنن مثلا یه کابل دیال مثلا HDMI این همه پر تو بازار، ولی اتفاقا در نسل جدید کنسول‌ها خیلی مهمه که یا از همین کابل توی خودشون استفاده کنین یا یک کابلی در حد همین استاندارد بخرین. چون اگه HDMI 2.1 نباشه غیر ممکنه، یعنی حتی اگه نمایشگرتون ساپورت بکنه غیر ممکنه که تصویر 4K 120 فریم اون حجم از دیتا رو کنسول بتونه انتقال بده. حتما یا از مال خودش استفاده کنین مثلا نگهش دارین، یا یه کابل HDMI 2.1 کاملا با کیفیت خوب بخرین، چون نیاز داریم برای اینکه بتونین حد اکثر پتانسیل کنسول رو ببینید. و بعد میرسیم به دسته‌ای که در این نسل کلی ازش لذت بردیم، دوال سنس. ظاهرش و اینجور چیزاش که خیلی فرق خاصی نمیکنه و دوال سنس هم مدل اج بود که مثلا یه مدل خیلی متفاوت بود براش، ولی در طی این سالها سونی یک سری بازنگری ها داخلش کرده برای اینکه مثلا عمرش رو افزایش بده، یه خورده مثلا چیزاشو بهتر کنه. اوکی، همین بازنگری های عادی که مثلا تو مدل های قبلی اینم میدیدیم، یه خورده سبک‌تر میشد، یه خورده فلان‌تر میشد، حالا برای اینم یه سری از این بازنگری ها انجام شده. طبیعتا نسخه‌ای که داخل بسته PS5 پرو قرار گرفته اون آخرین نسخه‌ایه که روش کار شده. همون مثلا رنگای نهایی آبی کوبالت و اینا هم که اومده بودن رو همون نسخه که مثلا آخرین بازنگری سونی بوده. اینجا ما دو تا پایه داریم. یه نکته که در دو پلی استیشن 5 پرو مطرح میشه و به درستی هم مطرح میشه اینه که اگه بخواید عمودی بذارینش باید پایه‌شو جداگانه تهیه کنین که $30 قیمتشه. پس یه دونه $80 میشه برای کسی که بخواد دیسکورش کنه، $30 هم برای پایه. اما اون فقط در صورتی که بخواید عمودی بذارینش. اگه بخواید کنسول رو افقی بذارین داخلش عینه داره. البته اگه یه دونه از اون نسخه دیسکوره بخرید، از اون درایو دیسکو بخرید بخواید بهش وصل کنین، توی خود اون هم پایه هست که مطابق ارتفاع کنسول که تغییر میکنه به صورت افقی برای اون تنظیم شده و قرار میگیره. خلاصه که اگه میخواین کنسولتون رو مثل من اینجوری افقی بذارین نه عمودی، نیاز نیست پایه‌ای بخرین، توش با همین دوتا کارتون راه میفته. اگرم دیسکشو بخریم باز تو همون هست پایه لازم برای اینکه افقی بذارینش. اینا رو هم میذاریم اینجا. دیگه چون اصلا مطلب دیگه. خب نمیخوام برم سراغ اصل مطلب، من اینکه سورپرایز بشین. یه نکته که این کنسول داشت این بود که برخلاف تصور خیلی ها واقعا اومدن از این بسته‌بندی، یعنی این اطلاعاتی که داخلش بود استفاده شد، چون دیگه می‌خواستن جزئیات خود کنسول رو بدونن. بالاخره با باز کردن این جواب سوالاتشون رو مردم گرفتن. بعد یه سونی دقیقاً توشون نوشته بود که بابا این دقیقاً مثلا 16.7 ترافلاپس جی پی یو، نمیدونم سی پی یوش اینه فلانش اینه، اطلاعات خیلی بیشتری و به صورت دقیق در تو سخت افزارش در اساس قرار داد و این باعث شد که این دفترچه‌ها بعد از مدت‌ها مورد استفاده قرار بگیرن، چون انقدر دقیق با جزئیات اعداد و ارقام بیان نشده بود که الان بیان شد. و حالا وقتشه که بریم سراغ واقعاً اصل ماجرا. من اینا رو هم برای اینکه اذیت نکنن، البته اینا رو نگه دارین، بعدا می‌خوایم بسته‌بندی کنین هر چیزی رو لازمتون میشه. ولی ساختار بسته‌بندیش دقیقاً مثل پلی استیشن 5، یعنی حتی این ساختار محافظتی که بر دو طرفش گذاشتن کاملا از همون جنسه، همون سیبا. اینم با اجازه شما میره پایین. اینا توی مدل اولیه هم بودن، یادآور شانه های تخم مرغ. خب باز شود، دیده شود، قطعاً پسندیده شود. بوی کنسول جدید میده. به یاد لحظه ای که اندروهاس اومد PS4 رو نشون داد به مردم. زبان طراحی کنسول همونطور که در همه محصولات مربوط به پلی استیشن 5، یعنی از پلی استیشن پورتال بگیر تا خود دسته دوال سنس تا هدست تا مدل‌های مختلف کنسول دیدیم، همون سفید و سیاه رو حفظ کرده. ولی تفاوتش اینه که این وسط با توجه به اینکه ارتفاع این از مدل اسلیم یه مقدار بیشتره، از این کوتاه‌تره ولی از مدل اسلیم یه مقدار بیشتره، اینجا ما یه سری شیار می‌بینیم که به نظر من طرحش خیلی خوشگل‌تر شده و همونه. یعنی الهاز ساختار کلی که دو تیکه شده بود، این پنل‌های کناری در مدل اسلیم اون ساختار رو حفظ کرده. البته اینطوری نیست که همه پنل‌هاشون به هم دیگه بخوره، تا جایی که میدونم این بالایی‌ها متفاوتن، ولی دیسک مثلا درایو که می‌خرین، برای درایو دیسکورشو که می‌خرین در حقیقت هم می‌تونین به این وصل کنین هم می‌تونین مدل اسلیم وصل کنین، چون ایناشون اوکی، ایناشون ما خیلی فرق نداره. این دو تا یه مقدار با اونا متفاوته. اینا رو اگه بعداً خواستین رنگ‌های دیگه براش بخرین حتما حواستون بهش باشه. یه نکته دیگه که اینجا خیلی به نظر من به چشم میاد اینه که خب اینجا خیلی سطحش تو رفتگی بیشتری داره، یعنی یک خم شدگی خاصی داره، در حالی که این دیگه صافه، علاوه اینکه تو نمیره دیگه، فقط یک سطح منحنی صافه، ولی این یک
رفتگی خاصی همینجا داره. این همونطور که می‌بینین یه دونه USB-A داره، یه دونه USB-C داره، این دو تا USB-C داره که یکیش هم دقیقاً چیزیه که خیلی برای خیلی مهمه، اونم سوپر اسپید بودنشه. جالبیش به اینه که این پشتش هم اگه دقت کنید توی پورت هایی که براش قرار دادن حتی پورت های USB-A شون هم فرق میکنه. چرا؟ چون اینم دوباره سوپر اسپیده. همونطور که اینجا علامتشون رو گذاشته برای جفتشون سوپر اسپیده. لن طبیعتاً جفتشون دارن. HDMI 2.1 جفتشون هم که یکسانه، از این نظر تفاوتی نمیکنن. برقشون هم که مشخصه. ولی اینجا یه چیز باحالی که اضافه شده اینه که علائم پلی استیشن رو کوچولو این بالای چیز برق زده الان دیدم که بهشون میگن sacred symbols. یه نکته دیگه در رابطه جلوش هم باید بهتون بگم حتما، چون خیلی مهم بود. اون اوایل که پلی استیشن 5 اومد یه نکته که آدما رو اذیت می‌کرد این بود که خب مثلا وقتی توی موقعیتی می‌ذاشتی خیلی مستقیم نور بهش نمیخورد، دکمه‌های روشن کردن و ایجکت کردن دیسک خیلی به هم نزدیکن. تا حدی من فقط حفظ کردم که مثلا دستم لمسشون میکنه، اونی که بزرگتره رو باید بزنم تا روشن بشه. از وقتی اسلیم اومد و این درایو دیسک خور جداگانش اومد دیگه اون دکمه رفته رو اون درایو دیسکه. برای همین اینجا شما فقط دکمه پاور دارید، دیگه اینو ندارید. دیگه مثلا وقتی رو خود درایو دیسک نصب کنید براش، اونجا خودش دکمه جداگانه ایجکت رو براش قرار دادن. یه نکته دیگه در اینه که در پشتشون رو نگاه میکنیم به چشم میاد که شیارهای این اکثرشون یک پارچه‌ن، یعنی یه دونه لول دارن، اما اینا دو طرفش قرار گرفته، در حالی که اینجا یه شیار بزرگیه که میاد و اینا. PS5 کنسول عجیبی بود از این نظر که اون اول که اومد انقدر سیستم خنک کنندش زیادی خوب بود که خود سونی گفت نیاز نیست ما انقدر سنگینش کنیم. مثلا اون تو ریویژن‌های بعدی کمش کردن بخاطر اینکه فهمیدن به اصطلاح خارجی‌ها اوور انجینیر شده، نیاز نبوده اونقدر خنک کننده براش بذارن، کمترش کردن و مشکلی هم براش پیش نیومد. تا جایی هم که تا بررسی‌ها تا الان نشون دادن این نه از لحاظ گرما نه از لحاظ تولید سر و صدا و اینا تفاوت خاصی با مدل‌های اسلیم نداره و از اون نظر با این که هم میتونه برق مصرفیش بیشتر باشه، هم میتونه سخت افزارش انرژی بیشتری مصرف کنه و سنگین‌تر کار کنه، مشکلی براش پیش نمیاد. در تو اینکه جای لوگوهای پلی استیشن در یک نقطه قرار گرفتن همچنان کاملا یکسانن. این بالا هست جزء زبان طراحیشه و همینطور اینجا رو هم اگه دقت بکنید 4 تا سیکرت سیمبلز خوشگل هم اینجا گذاشتن. حالا بریم سراغ این که اول نصب کنم پایه‌شو، بعد میخوام باز کنم توشم بهتون نشون بدم یه نکته باحالی داره. خب بریم سراغ همین دو تا تیکه پلاستیکی که میخوایم نصبش کنیم تا کنسول رو بتونیم به شکل درست افقی قرار بدیم. همونجوری که میبینید اینجوری وای میسته، ولی خب حالت درستش اینه که با پایه عمودی وایسه و حالت افقی هم میخوایم بذارینش که باید از اینا استفاده کنید. همین سمتی که علامت‌های پلی استیشن رو شما در این پایین میبینین، خیلی یواش ما این کنسول رو با در نظر گرفتن هزینه‌اش میذاریم روی میز و این دوتا رو داخل مکان‌های تعبیه شده براشون فرو میبریم. خیلی راحت، اما جاش کاملا مشخصه و اتفاقا برخلاف اسلیم اصلا لغ هم نمیزنه، یعنی کاملا چون به خاطر این شیارهایی که اضافه شده انگار سفت‌تر میکنه جاشو، که از این نظرم نکته مثبتیه. مشخصه این کوچیک‌تره میره تو این، بزرگتره میره تو اون یکی. تموم. و شما کنسولتون رو به شکلی که اینگونه باشد و همه چیش سر جاش باشد قرار میدید و میبینید هیچ مشکلی هم نداره. ولی خب همونطور که میبینید اگه ما برای این بیایم درایو دیسک رو اضافه کنیم این عریض‌تر میشه دیگه، تا دیگه این پایه‌ها براش جواب نمیدن. خوبش اینه که تو همون بسته درایو دیسک که میخرین اون پایه بزرگترهای لازم وجود داره دیگه، نیازی به خرید جداگانه طبیعتا نباید باشه و نیست و اینم میشه مدل قرار گرفتنش. اما توش هم یه فرقایی کرده، یه فرق خیلی مهم کرده، مخصوصا برای کسایی که به عمر طولانی مدت کنسول ها اهمیت میدن و یکی از نقدهایی که نه فقط به پلی استیشن 5 بلکه به خیلی از کنسول های سونی از زمان PS3 میشده رو برطرف کرده. الان بازش میکنم بهتون نشونش میدم. برای باز کردن پلیت هاش شما خیلی نباید بترسید، فشار میارید تق میده، صداش بلنده، نه اینکه داری چیزی رو میشکنید، نه باز میشه. خب بعد اینجا یه نکته خیلی خوبی که داره اینه که کسایی که با کنسول پلی استیشن آشنان میدونن که باتری CMOS توشون خیلی مهمه. چرا؟ چون سونی از این برای در نظر گرفتن همیشگی زمان واقعی، زمان ثبت تروفی ها، زمان ثبت دستاوردهای قابل توجه شما در بازی این چیزا استفاده میکنه که تقلبی در اون زمینه پیش نیاد. حالا قضیه از این قراره که تو کنسول PS3 یه مشکلی که وجود داره اینه که اگه مثلا شما CMOSتون تموم بشه، اون باتری بعد 10-15 سال باتری پر عمریه، مثلا ولی 15 سال 16 سال بگذره خالی بشه، شما نیاز به تعویضش داشته باشین. بعد از اینکه تعویضش کنیم باید یک طور به سرور PSN وصل بشین تا این کنسول دوباره فعال بشه، یعنی اون PS3. این مشکل رو سونی تو PS4 و PS5 برطرف کرده، دیگه اونجوری نیست.
ولی جدا از اون باز خیلی‌ها میگفتن خب اوکی الان یه مشکلی که کنسول داره اینه که یه نفر بخواد سیموس باتریشو عوض کنه لازمه که بازش کنه، بره تو برد، بره مثلا تو اون نقطه نهایی روی اون برده پیداش کنه، عوضش کنه، کار تعمیرکاره، کار آدم نیست. ولی الان گذاشتن اینجا خیلی راحت جاشو باز می‌کنیم، باتری جدید می‌ذاریم و مثلا اگه 20 سال دیگه هم بخواید از این استفاده کنیم مشکلی پیش نمیاد که این نکته خیلی مثبتیه. و مثلا اینطوریه که طرفدارهای پلی استیشن که مدت هاست کنسولشو دارن و با این چیزاش آشنان، اینجوریه که این قدم مثبت با اون داریم تو PS6 هم حفظ بشه. یعنی یه جوری به راحتی چیزش کرده، به راحتی نصب خود SSD اضافه‌ای که بخواید که البته واقعا فکر نمی‌کنم خیلی نیازتونم بشه. الان جای SSDش هم نشونتون میدم، همین بره دوباره همینم همینجور یه فشار میدیم به سمت بالا و در میارید. اینجاش هم که طبیعتا اگه اهل تمیز کردن فن هستید میتونین برین سراغش و همینطور اگر میخواین جای SSD رو بیاین توش SSD بیشتر قرار بدین بعدش استفاده کنین که البته حتما چک کنین که بهش بخوره الکی پولتون خرج نشه. ولی یه نکته خیلی جالبی که این داره، جدا از اینکه 2 ترابایت حافظه SSDش حافظه بیشتری رو هم در اختیار شما قرار میده. یعنی مثال میزنم توی مدل پلی استیشن 5 فت شما 825 گیگابایت خود SSD داخلی کنسول بود، 150 گیگابایتش توسط سیستم از دسترس شما تقریبا خارج میشد. توی این نه تنها خودش شده 2 ترابایت بلکه فقط 110 گیگابایتش از دسترس شما خارج. یعنی شما 1 ترابایت و 890 گیگابایت جا دارین برای نصب بازی و کپچر و همه چی. اینا خیلی به نظرم مورد خاصی باید باشه مدل بازی کردنتون که نیاز به نصب SSD بیشتر داشته باشین. اینجاشم که هم این دوربین ببینه هم این دوربین ببینه جاییه که درایو دیسکورد کردن کنسول نصب میشه که همونطور که گفتم بعد از اینکه نصبش کردین حتما باید یک دور به اینترنت وصل بشه تا اون کدهای سری رو از سرور دریافت کنه و بتونه بازی اورجینال رو اجرا کنه. پس این شد کلا کابل HDMIش، این شد پاورش یعنی کابل پاورش، این شد چون پاورش که در اصل داخلشه بعد تواناییش هم 390 USB-C به USB-C، دوال سنس دوست داشتنی، دفترچه های مظلوم و 2 تا پایه قرار دادن افقیش که قطعا به کارتون میاد و فیس پلیتاش هم خیلی راحت نصب میشه. دوباره این کارش هم انجام میدم که کلا خیلی بچا من فیس پلیت های اونو باز میکردم سکته میکردم، یعنی هر بار احساس میکردم که اوکی الان دیگه قراره همه چیز به پایان برسه، ولی فیس پلیت های این خیلی دوستانه و قشنگ و تمیز در میان، خیلی دوستانه تر و قشنگتر و تمیزتر هم نصب میشه. تمام. یه تقی همین صداشو نترسین، خیلی موقع تو زندگی یه سری چیزا فقط صداش بلنده مثل ادعای بجد دادم. تمام جا رفت، خیلی راحت در میاد، خیلی راحت هم نصب میشه. پس شما با این سمتی که اینو یادتون بمونه دیگه، هر این علامت پلی استیشن و این 4 تا رو پای میبینید شما با این برکار دارین، چه بخواید SSD نصب کنین، چه بخواید باتری سیموس مثلا 15 سال دیگه عوض کنین که بچه‌تون هم رو PS4 رو بازی کنه، چه مثلا بخواید نمیدونم بخش چیزو تمیز کنید، فنش رو تمیز کنید، همش با این برش کار دارین. اینجاش هم که بچه‌ها در جریانن سونی نوشته تو اونم هست و اینم کلا شد پلی استیشن 5 پرو. این کنسول با قیمت $700 عرضه میشه و فقط بیام یک سری از تفاوت‌های خیلی کلیشو بگم چون این ویدیو بررسی نیست و ما با بررسیش خیلی کار داریم و باید منتظر ویدیوهای بیشتر باشین. بررسی بیشتر بمونه برای زمان بررسی. این یه ویدیو جعبه گشایی بود. این کنسول 825 گیگابایت حافظه داخلی داشت. این کنسول 2 ترابایت حافظه داخلی داره که باز گفتم بیشتر درتون در دسترس. وای فای 6، وای فای 7. دوال سنساشون یکیه. خیلی همه بازی هایی که روی این میاد روی این هم میاد، روی این هم میاد، روی این هم میاد. اصلا قرار نیست بازی وجود داشته باشه که رویش کنه ارزش نشه. کنسول میان نسلی فقط وظیفه‌ش اینه که یه مقدار یک سری بازی ها رو بهتر اجرا کنه. اصلا حتی خود هیده‌آکی نیشینو مدیر عامل اسایی هم گفته که به هیچ عنوان بهش به چشم کنسول نسل بعدی نگاه نکنین. این هیچ ربطی به PS6 از اون لحاظ که کلا یک نسل دیگه باشه نداره. حافظه رم این دو تا فرق داره. یکیش این که این حافظه 16 گیگابایتی داره، اینم داره، جفتشون هم GDDR6 ان. خب ولی مال این سریعتره، 28% سریعتره، یعنی این 14 گیگابایت اینطورا، این 18 گیگابایت اینطورا. قدرت جی پی یوش هم اینا رو میگم چون به هم مربوطه. قدرت جی پی یو هم تو این حد اکثر 10.3 ترافلاپس، تو این 16.7 ترافلاپس، یک پیشرفت تقریبا 60 خورده درصدی رو به ما نشون میده که در ترکیب این رشد
حافظه اختصاصی یافته برای انجام کارهای مربوط به گرافیک و رشد قدرت جی پی یو باعث میشه که 45% رندرهای گرافیکی خود به خود تو این سریعتر از این باشن. یعنی حتی تو بازی‌هایی که کلا پچ نشدن، یعنی مثلا سازنده کار خاصی براشون نکرده، شما حداکثر تا 45% رشد رو میتونید از قدرت خامش ببینید. اتفاقی که مثلا باعث میشه یه بازی مثل الدن رینگ برسه به بخشی که اگر نمایشگرتون VRR داشته باشه بدون مشکل افت فریم شدید قابل لمس بتونید تجربهش کنید، چون میرسونه فریم ریت رو در همه بخشا به بین 48 تا 60 که VRR دیگه اونجا بعدش رو ردیف میکنه. یه نکته دیگه ای که داره اینه که خود این کنسول یک رم اضافه داره، یعنی جدا از اون 16 گیگابایتی که گفتم 2 گیگابایت رم DDR5 داره که کلا تو این و تو هیچ کدوم مدل‌های قبلی پلی استیشن 5 نیست. اون رمه برای انجام کارهایی که سیستم کلا داره انجام میده که چی بشه که بتونه حافظه رم بیشتری رو اختصاص بده به جی پی یو برای اینکه کارهای گرافیکیشو انجام بده و بتونه پردازش گرافیکی سریعتری داشته باشه. این PSSR داره، این PSSR نداره. PSSR چیه؟ فناوری AI driven، یعنی هوش مصنوعی محور پلی استیشن برای اینکه بازی‌ها با رزولوشن بالاتر، جزئیات گرافیکی بیشتر و این چیزا اجرا بشن که کسایی که PC گیمرن و با FSR و DLSS آشنان قطعا میدونن چیه و برای کنسول گیمرها خب مثلا شاید یه مقدار کلماتش تازه‌تر به نظر برسه. با این حال نکته جالبش این بود که تو بررسی اولیه حتی یه جاهایی از جدیدترین نسخه FSR هم قوی‌تر ظاهر شده، شاید به این دلیل که برای یک سیستم اختصاصی طراحی شده، نه برخلاف FSR، یعنی برخلاف FSR که باید روی اون همه کامپیوتر کار کنه. این هم یکی از مزایای اینه که مثلا یه تیم بیاد روی یک سخت افزاری متمرکز بشه. یه تفاوت دیگه شون سی پی یو شون در اصل یکیه، 8 از 3 زن 2 AMD 16 رشته‌ایه، ولی توی این حداکثر فرکانسش 3.5 گیگاهرتز، هم تو این هم تو اسلیم، ولی تو این یه مودی گذاشتن براش که به 3.85 برسه. نمیتونه برای بازی‌هایی مثل بالدرز گیت 3 که دلیل رشد نکردن فریم ریتشون از یه جایی به بعد فقط سی پی یو تفاوت دیوانه‌واری ایجاد کنه، اما با این حال اون 10% در دسترس بازیسازها هست تا اگه میخوان ازش بهره ببرن. و دیگه تفاوت دیگه ای که داره یا نداره، واتشو گفتیم، جی پی یوشو گفتیم، رمشو گفتیم، سی پی یوش هم گفتیم. اگر هم تفاوت دیگه ای داره شما به من بگین. یه نکته مهمش در رابطه با وزنشه که ایشون 4.5 کیلوگرم بود، یعنی واقعا این کنسول دیوانه بار بود وزنش، ولی این یکی 3.1، یعنی حتی از مدل دیسکور اسلیم هم سبکتره. ولی در اصل شما باید اینو با مدل دیجیتالی مقایسه کنید که منطقی تر بشه. مدل دیجیتالی اولیه پلی استیشن 5 3.9 کیلوگرم بود، یعنی 700 گرم از این سنگین‌تر. مدل دیجیتالی اسلیم خب طبیعتا از این کوچیک‌تر هم هست دیگه، 2.5 کیلوگرم. پس این یه خورده از اون سنگین‌تره. در این مقایسه منصفانه باید بگیم که نسبت به کنسول زمان عرض قطعاً سبک‌تر، جمع و جورتر و مرتب‌تر شده، ولی خب اسلیم کلا سخت افزار توش کوچیک‌تر و اونقدر چیز سنگینی نیست و طبیعتاً از این سبک‌تره. یعنی شما باید وزن این رو اگه می‌خواید با مدل 3.2 کیلوگرمی اسلیم مقایسه کنید، باید بعد از نصب درایو دیسکور این مقایسه رو انجام بدین، نه وقتی که اون رو نداره. امیدوارم لذت برده باشید. این جعبه گشایی داستانم دارم برای بخش نهاییش که رضا هیدری نسب برای من تعریف کرد. ببینید بچه‌ها، شما روی جعبه کنسول اگر دقت کنید اینجا یه سری علائم هست، میگه 7 سال، مشت، عنکبوت یا حشره و کارت. مفهومش چیه؟ میگه بچه 7 ساله اگه میخوای بیای به کنسول مشت بزنی، عنکبوتا میان میخورنت و بابات باید پول دوا درمونتو بده. این نکته‌ایه که باعث میشه ما حواسمون به کنسولمون باشه و اون رو از دسترس کسایی که میخوان بهش مشت بزنن دور نگه داریم. ولی جدی کسی میدونه چرا روش عکس عنکبوت یا حشره است؟ منم به خیلی برام عجیب بود، هیچ وقت دقت نکردم. مشت رو میفهمم، کارت هم میفهمم، ولی عنکبوت عجیبه. پس این شد پلی استیشن 5 پرو، کنسولی که الان به دستمون رسیده به لطف فروشگاه تکسیرو که حتما میتونید به سایتش سر بزنید، خرید حضوری هم دارن و کنسول رو با 10 روز ضمانت واقعی بازگشت کالا که شرایطش هم خیلی راحت میتونید با اسکن کردن این QR کدی که اینجا گذاشتن ببینین به خدمتتون ارائه میدن و میتونید ازش لذت ببرین. تکسیرو هم خب خیلی وقت میشناسین و ما هم خیلی وقت میشناسیم. ما با PS5 پرو خیلی کار داریم، تازه کارمون باهاش شروع شده و الان می‌خوایم بریم زیرو گامش رو خودمون ببینیم چیه، بازی روش نصب کنیم، تست کنیم، عملکردش رو بسنجیم تا در نهایت در ویدیوهای مختلف به شما معرفیش کنیم و بررسیش کنیم تا با هم ببینیم آیا ارزش خرید داره یا نه. بالاخره این جدیدترین ساخته مارک سرنی، تنها فرد غیر ژاپنی تاریخی که جایزه کدک رو در ژاپن برده و امیدواریم که بتونه به اندازه اسمش موفق باشه و به گیمرهایی که به قول خارجی‌ها انتوزیاست هستن و خیلی بازی میکنن و خیلی وقت میذارن برای بازیشون و به همه جزئیات توجه میکنن یه حس و حال لذت بخش اساسی بده. حتما نظرتون رو در رابطه با خود کنسول
در تو قیمتش که قطعا برای هممون دردناکه و خود دقیقاً نیم نگاه که نبود، جعبه گوشاییمون به ما بگین. امیدواریم لذت برده باشین. منتظر ویدیوهای بیشتر باشین. لایک، سابسکرایب و روشن کردن زنگوله یادتون نره، چون باعث میشه آدم‌های گل بیشتری مثل خودتون این ویدیو رو پیدا کنن و خودتون هم ویدیوهامون رو از دست ندین. خداحافظ.